عظما جون، خوب میدونم که این روزا حالت حسابی گرفته است. دلپیچه گرفتی، درست میگم؟ ای کاش دلپیچه بود دکتر، دستم به دامنه، دارم کله پا میشم، چه غلطی بکنم؟ ننه من قریبم بازی در نیار. تو خیلی قبل‌تر از اینا باید کله پا میشدی. مرگ اصلاح طلبا که تمام سوز شد. حالا دیگه دستت خیلی خالیه. خرفم شد؟ نه نه و نکمه. دکتر بابا اینقدر استرس نده به من، یه قرصی یه کوفتی بده بخورم ببینم چه خاکی تو سرم بکنم. مردم دهن تو آسفالت میکنن نفله. دیگه هیچی برات نمونده، نه اصلاح طلب نه اصولگرا. کف خیابونم که مردم غبار روبت میکنن. نظرت چیه؟ اونجوری منو نگاه نکن قزمید. یه کرونایی، ابولایی، ویروسی چیزی نداری بندازم به جون مردم تا از اغتشاشات خلاص بشم؟ کجای کاری تو؟ رایی نیست. میخوام یه فرصت دیگه بهت بدم. گاگل گلابی، حواستو خوب جمع کن. دو تا انتخاب بیشتر نداری. این دیگه آخرین فرصت توه. بعد از این کله پایی، این قرص براندازیه. ملت میزنن، دک و دندونتو خورد میکنن، جسم ناقصتو خورد و خمیر میکنن. این یکی هم قرص بچه شاهه. با ساواکی و ماواکی میاد کمکت. اصلاح طلبای ریزشی هم هستن. خرت کردم. بچه شو هم دردی ازت دوا نمیکنه. اما یه رهبری وقتشه که بپری هری.